صبح 29 اکتبر هیئت تیم ملی نورسان فوتبال کشور تمرین نوبتی خود را دایر کردند. این نخستین تمرین بازیگران ما پس از غلبه بر مقابل کامرون بود. از رفتیان پرویز محمد امین گزارش می‌دهد. از بازی با کامرون که با حساب 1-0 به فایده فوتبالبازان ما خاتمه یافت، رس و 12 ساعت گذشت، ولی برای شادی کردن حالا بر وقت است. چرا که در نزد دسته وظیفه از گروه برآمدن گذاشته شده است از جانب استادی مربیان. محض با درک همین مسئولیت صبح 29 اکتبر فوتبالبازان ما نخستین بازی خود را برای دیدار بر مقابل منتخب اسپانیا دایر کردند. سرمربی زینالدین رحیمов، مربی سفر رحمانов و راهبر دسته انور میرزویف پیش از شروع مشق درباره بازی دیشب تبادل افکار کرده چند خلاصه خود را به هم میگویند. از صحبت ایشان معلوم است که حالا برای تحلیل و بررسی عمیق بازی وقت پیدا نکردند، چون همگی بعد از 12 ساعتی بازی با کامرون بچه‌ها دیگر باره به میدان برگشتند. تمرین روز 29 اکتبر فوتبالبازان ما در مجمع ورزشی سیندی پولی ویتوریا که مرکز مشق و استراحتی کارمندان پلیس ایالات اسپیریتو سانتو برزیلیا است برپا کردند. از آغاز مشق‌ها در ویتوریا این سومین میدانی است که از جانب کمیته تدارکات برای تیاری به بازی‌ها پیشنهاد فوتبالبازان تاجیک می‌شود. عادتاً یک روز بعد از بازی دسته‌ها مشق‌های برقرارشوی را می‌گذرانند که آن تقریباً 1 ساعت طول می‌کشد. После вчерашнего тяжелого матча сегодня у нас часовая восстановительная тренировка была. Ребят мы чуть-чуть прогнали, разомяли, хорошо пропотели, чтобы готовиться завтра к полноценной тренировке, проигрывать тренировки, и чтобы в следующей игре настраивать их на Испанию. در جریان تمرین از ابتدا همه فوتبالبازان اشتراک کردند، ولی با گزارش شدن چند دقیقه نیم محافظتگر حمدانی کمالов و حملگر رستم سویرов نتوانستند در هیئت عمومی مشق‌ها را به آخر رسانند. خوشبختانه آسیبی داشته این دو فوتبالباز محوری ملی پوشانی نورس کشور باعث نگرانی نیست. У них вчера отдельное задание было, как говорится, они вчера выжились на максимум. Вы сами как видели, что игра очень была тяжелая. Поэтому они чуть-чуть икрометные мышцы, паховые мышцы у них чуть-чуть потянуты. И сейчас после этой тренировки сейчас доктора будут настраивать их, готовить. تمرین امروزه در برابر بیشتر خصوصیات برقرارشوی را داشتنش اینچنین نخستین تیاری به بازی با اسپانیا بود. فوتبالبازان ما عزم را جزم کرده بهر اجرای وظیفه‌های در نزد تیم گذاشته شده تلاش خود را ادامه می‌دهند. گزارش پرویز محمد امین و فیروز بختیبکov از شهر ویتوریا برای برنامه اطلاعاتی خبر.